بر اساس قانونی که وکیلان روس قبول کردند، از این پس یک شهروندی خارجی از جمله مهاجر تاجیک برای گرفتن شهروندی روسیه باید نه 4200 روبل بلکه 50000 روبل بپردازد. از این پس از مهاجری که برای حق موقت اقامت یا RVP عریضه داده است نه 2000 روبل بلکه 15000 روبل ستانیده می شود. آنهایی که میخواهند حق اقامت دائمی روسیه را بگیرند باید نه 6000 روبل بلکه 30000 روبل سپارند که پول فوق العاده زیاد برای یک مهاجر به حساب می رود. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی قبول این قانون را به نفع روسیه خواند و گفت ما با زیاد کردن حجم باج‌ها از 5 تا 12 برابر از جمله به سطح اختصاص افرادی که به کشور می آیند و می خواهند که اجازه کار و اقامت و شهروندی گیرند یا در کشور ما تحصیل کنند تأثیر می رسانیم. عین زمان این فرد باید یک شخص موفق و صاحب دستاوردهای زیاد باشد. ویاچسلاو ولودین اعتراف کرد که از حساب این قانون به بودجه روسیه 15 میلیارد روبل علاوگی وارد می شود. روسیه که زیر تحریمات سخت بین المللی قرار دارد و خراجاتش برای جنگ اوکراین زیاد می شود، سعی دارد تا کمبود پول بودجه را از حساب طبقه آسیب پذیر مثل مهاجران پر کند. با گفته کارشناسان مهاجرت که این قانون را خواندند، سند نو تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه بخشی از سیاست محدودسازی حضور خارجیان در روسیه است. عین زمان این سند برای مهاجران تاجیک پیامدهای جدی داشته میتواند. از جمله وقتی خرج رسمیات یا حجت گذاری از توان مالی یک کارگر عادی بالا می رود، خواهش کاری قانونی کاهش می یابد. بسیاری از مهاجران تاجیک که مزدکارشان شاید برابر قیمت یک سند حق اقامت باشد، مجبور می شوند غیر قانونی کار کنند. این هم زمینه را برای فریب مهاجر و رشوه‌ستانی کارمندان پلیس و قلابی بیشتر می کند. قانون نو یک امتیاز مخصوص را پیش بینی کرده است و آن همین که کسانی که با ارتش روسیه قرارداد می‌بندند و به جنگ اوکراین می‌روند از سپاریدن این باج‌های گران آزادند. بند مذکور را یک تلاش مقامات روسیه برای آن می‌دانند که مهاجران از آسیای مرکزی را به دام افکنده به جنگ ببرند که مردم خود روسیه از آن بیزار شدند.